در ساحل بحر کبود، در کلبه‌یکی حقیرانه و کهنه، ماهیگیری پیر با کمپیرش زندگی میکرد. ماهیگیر روزی چون همیشه طور ماهیگیریش را به آب انداخت و منتظر نشست. باری اول تور را از آب کشیده گرفت و دید که در تور بغیر لایقه چیزی نیست. باری دوم تور انداخت. این بار در تور آب سبزه ها افتیده بودند. باری سیوم تور انداخت. این بار در تور او یک ماهیچه افتاده بود. ماهیچه عادی نه، ماهیچه طلایی. ناگاه ماهی به زبان آدمی به سخن درآمد. مرا رها کن موی سفید. اگر رهایم کنی به عوضش هر خواهشی که داری اجرا میکنم. موی سفید 33 سال باز ماهیگیری میکرد و این حادثه در عمرش باری اول بود. خدا یارت ماهیچه طلایی، گفت ماهیگیری پیر. با من چیزی لازم نیست. بیرو به خانه‌ات. بیرو. و ماهیچه را رها کرد. بگاهی موی سفید به خانه‌اش آمد و با کمپیرش حادثه را نقل نمود. به شست من ماهیچه افتاد. ماهیچه طلایی. از من خواست که او را رها کنم. رهایش کردم، اما به عوضش چیزی نخواستم. بی عقل تو، احمق کلورم. چیزی نخواسته است تو. اقلا تقاره نب میپرسیدی. تقاره من کیها کهنه و فرسوده و سوراخ شدگی، گفت کمپیر. ماهیگیر باز به لب بحر آمد و ماهیچه طلایی را صدا داد. به تو چی لازم موی سفید؟ ماهیچه طلایی پرسید از او. مرا ببخش ماهی زرین. کمپیر روزم نمی دهد. به او تقاره نو لازم. کهنش تماما سوراخ شدگی، گفت ماهیگیر. زیق نشو موی سفید. به خانه‌ات رو. تقاره نو می دهمت. ماهیگیر به خانه‌اش برگشت و دید که تقاره کمپیرش نو به نو، اما کمپیر چی غضبناک و خشمگین. ای تو احمق کلغرم. تقاره پرسیده است از ماهی. تقاره. به نزد ماهی برگرد و از او خانه طلب کن، امر داد کمپیر. موی سفید ناعلاج باز به لب بحر آمد و ماهی را صدا داد. بحر به تلاطم آمد و ماهی پیدا شد. چی میخواهی ماهیگیر؟ ببخش مرا ماهی زرین. کمپیرم خیلی جنگ و غوغا دارد. آرامم نمیگذارد. به او خانه نو لازم است. زیق نشو ماهیگیر. به خانه‌ات برگرد. خانه تو الکی نو است. ماهیگیر به کلبه‌اش برگشت و از کلبچه‌اش نام و نشانه نیافت. به جای کلبه او خانه سفید خشتین بر هوای می ایستاد. در تگ تریسه کمپیر او را با سرزنش پیشواز گرفت. احمق تو، کلورم تو. خانه پرسیده است. به نزد ماهی برگرد و از او خواهش بکن. من دهقان زن بودن نمی خواهم. بای زنک بودن می خواهم. موی سفید ناعلاج باز به لب بحر آمد و ماهی را صدا زد.
چی میخواهی موی سفید؟ گپ زن. گفت ماهی. کمپیر من تماما دیوانه شده است. گفت موی سفید. او بوی زنک بودن میخواهد. زیق نشو موی سفید. به خانه‌ات برگرد. خواهشت اجرا می شود. موی سفید به خانه‌اش برگشت و کمپیرش را نشناخت. کمپیر او با لباسهای گرانبها، با زر و زیور، بوی زنک حقیقی بود. سلام بوی خانم. امیدوارم اکنون آرام شده. گفت موی سفید. برو به اسبخانه. اسبها را بانی کن. امر داد بوی خانم. پس از 2 هفته کمپیر موی سفیدش را به نزدش خواند و امر داد. به نزد ماهی برو. بگو که من بوی زنک بودن نمیخواهم. میخواهم که ملکه شاهبانو باشم. موی سفید ترسید. تو چی کمپیر؟ مگر عقلت را خورده ای؟ اما کمپیر چیز را شنیدن نمیخواست. موی سفید باز به لب بحر آمد و ماهی را صدا داد. مرا ببخش ماهی زرین. کمپیرم تماما از عقل بیگانه شده است. او شاهبانو بودن میخواهد. قصر میخواهد. خدا یارت موی سفید. برو. خواهشت را اجرا میکنم. اکنون کمپیر موی سفید شاهبانوی حقیقی بود. او در قصر زندگی میکرد. خدمتگاران زیادی داشت. چیزی که میخواست خواهشش را خدمتگاران اجرا میکردند. موی سفید را او دیدن نمیخواست. به سویش نیم نگاهی هم نکرد و به خدمتگارانش امر داد که او را از قصر بیرون کنند. همین طریق 2 هفته گذشت. خدمتگاران کمپیر به سراغ موی سفید آمدند و او را به نزد کمپیر آوردند. من حکمران بحر و بر بودن میخواهم که ماهیچه طلایی تو به من خدمت کند. موی سفید باز به طلب ماهی آمد. این بار چی میخواهی؟ ماهی گیر. پرسید ماهی. با این کمپیر بی عقل ظالم حالم خراب. گفت موی سفید. نمیدانم با او چی کار کنم. او اکنون حکمران بحر و بر بودن میخواهد که تو ماهی زرین با او خدمت بکنی. ماهی زرین چیزی نگفت. دم افشاند و به قعر آب فرو رفت. ماهیگیر بیچاره تا شام منتظر ماند. اما ماهی دیگر برنگشت. ماهیگیر امیدش را کند و به خانه‌اش برگشت. به خانه‌اش برگشت و دید که به جای قصر پرحشمت و زیبای او کلبه یکی حقیرانه و فرسوده‌اش می ایستاد و در آستانه کلبه کمپیر با تغاره کهنه و فرسوده‌اش نشسته بود.